کریم حسن کریم حسن کریم بگوشم کریم جان اون بالا چه خبره؟ چقدر وقت داری؟ اکباشه دارم میرسه بزنید بیرون اکباشه دارم میرسه کریم جان ما اینجا مجروح سیاه داریم معطلشون کن بزن بیرون حسن بزن بیرون نمیتونه صاف کنه این کلیسه میزنه بار بارشتیش کنه بار بارشتو بزنه هر کی میشنبه هر کی بشه بزن بیرون بکر محمد بکر کریم حسن کریم جا چه جواب نمیدی؟ بزن بیرون برگردی رقم بخرم کریم چی شده؟ بکنم زدنشو یا حضرت عباس مرتضی تانکاشون دارن میرسن باید هر چی زودتر سوله رو خالی کنی حاجی ما با این همه مجروح چیکار کنیم؟ اونایی که میتونیم با خودمون میبریم بچه‌ام به جای این حرفا شما یه پرنده دیگه بفرستید ما بتونیم همه رو سوار کنیم. برادر چونه؟ شاید من نتونم برگردم عقب اینو برسون به خانواده اینو من چاق نمیتونم من وقت نمیکنم الان گوش داره میسپره دست گربه از این صالح‌تر تو جنگ نبود الحمدلله فرصت نداریم اینجا که چرا میرسونم باشه میرسونم اینو بکن پدرتون وای مزدخ فکر کنم خورشیدی زدن ها چرا همه توریش شد آها برق اومد اونایی که نمیتونن راه برن رو کمک کنین سوار شن حاج آقا شما یه جوری خودتون نجات بده من با عزتون برم گفتم اول مجروحا بابا مجروح مگه شاخ و دم داره بابا این نگاه به این هیکل من نکن بابا همه جام درده اینو چیکارش کنیم مسیحه رو ببریم آقا جون من الان وقت اسیر بردن نیست که این همه مجروح ما خودمون داریم جا نداریم میبریمش اگه نشد خلاصش میکنیم لا تكل بحت أنا أحبكم أنا شيعة أنا أحب علي بن أبي طالب لا أنا دخلكم صبر کنیم خليني نه أروح میکشیمش نه میبریمش آزادش میکنیم بره به امان خدا حاجی جون اینا تا چند دقیقه پیش داشتن جوانای ما رو میکشتن ولی میخواید دشمن اصلاح کنیم بنده خدا اینا قبل از ما اسیر دست صدامن برش کن بره به امان خدا برش کن شو بریم بشكر مرتضی اینا رو ببر سوار کن برشون گردون عقب من اینجا میمونم من حاجی تا آخرش پیشت میمونم اینا خودشون بلدن چه جوری سوار شن این که دارم میگم یه تکلیفه اینا اسیر بشن آبرو حیثیت از شما نمیذارم جناب صاحب آبروریزی کدومه ما دیگه رزمنده ایم بابا ما که تکلیف خودمون ادا کردیم دیگه راست میگه دیگه حاجی مگه نمیبینی با ایران کپ کرده آقا بیا این ناموسای ما رو بگیم ما برگردیم هر چی میکشیم از دست همین ناموسه زود باشی پاکاشون رسیدن
هلیکوپتر دیگه بیشتر نمیتونه. بجامی سوار شید. بجامی دیر شد. بجامی حرکت میکنی. آقایون بفرمایید در حجمات پیش اجازه موندن بهم نمیشه. آتاش اومده. از سیمار به آشیانه باید بپرم. هلیکوپتر آسیب دید. از سیمار به آشیانه مجبور شدم موقعیت ترک کنم. بچه‌ها جا موندن. بازی مهمات تموم شده. برید آقا. برگرد شفیه برگرد. بابا این حاجی گیرینوف حالش بعد قلبش گرفته یکی تنفس مصنوعی بهش بده. من دستم بنده. دوچی جون آقا دوچی من خیلی بلدم. میخوای من برم بهش نفس دهم به دهم بدم لپه را بچه من داشته باشی. حاجی گیرینوف لبتی بیار دهنتی بده به دهن من اینجوری کن. خجالت بکش قباحت داره. چی قباحت داره؟ دکتر محرم آدمه مثل ناموست میمونه. دکتر تو رو سننه. حاجی ندست نفسی منکرتی نیست. تازه این وسیله ها به من نمیچسبه. من خودم نامزد دارم. من بیام نفسم شفاسا. ببین ها شیما با کفک خفمون کردیم. مگه بودا این بیپدرها چرا بیمارستان نمیدارن آخه؟ راست میگه دیگه. طبق کنوانسیون ژنو حمله به بیمارستان ها ممنوعه. کنوانسیون ژنو چیه دیگه؟ ما رو آزاد میکنن. ای بابا ژنو کسی نیست یه قانونه. آقای فرماندار این فشنگاش تموم شده. فشنگ بگه. يلا خدي برا اطلع طلع تروح حرك ملعوب. مردا اونها مجروحن اونجا. مردا مجروح دارم نکشید اونم. مجروح دارم. مردا نکشید. لا تقاوموا بعد استقامه فایده نیست. حاجی هر دو طرف محاصره کردن. آقا شما چی استقاره بلدی؟ اینو دارن چی میگن الان؟ والا همون عربی حرف بزنم بیشتر میفهمیم. علی حال از همون میخوان که تسلیم بشین. میگن اگه مقاومت نکنین عفو میدن. سند منت که نمیخوام. سند خونه ما که هنوز چیره مجید خلابیامون دعوا کرد. آقا رو من اصلا حساب نکنین و من سابقه دارم. فقط 3 دقایق عندكم وقت. 3 دقایق. آقا من میگم بریم این وحشی ها رو ماچ کنیم از دلشون در بیاریم. آفرین. ننهدمون على راسكم. رحیم جان آخرین پرنده پرید. انگار قسمت شده ما بریم مهمونی کربلا زیارت انشالله. من میگم مثلا بریم این ممرزا یه زیارت بکنیم خیلی هم راحت تره. یا امام پنجمی آقا ملاحظه می‌فرمایید اینا ما ریاض بریم. اینا حتی اسم اماما رو هم درست نمیتونن تلفظ بکنن. ولش کن بابا. اونم با زبون خودش داره حرف میزنه دیگه. بابا الان که دیگه جنگ گوزونه نیستشه. قربونش برم امام پنجم باقر خودش متوجه میشه. ننفجر هنا. انفجار اونجا خراب سر شما. فشنگی برامون مونده یا نه؟ هیچی. ولی من یه نارنجش قصبی دارم. من نمیدونم ممکن عمل نکنم. ای بابا اینقدر عمل نکن دیگه بابا. دو تا آدم این دور و بر شاید باشن ترک کرده باشن تازه. تکلیف چی حاجی؟ تسلیم شین. اگه مهمات نداریم چاره دیگه ای نیست. وگرنه اونا همه مجروح ها رو قتل عام میکنن. به هر حال فرمانده شمایی. هرچی شما دستور بدین. یالا سرعه برا بیرون. نه راه پس داریم نه راه پیش. من همیشه فکر میکردم که قرار شهید شم. هیچ وقت فکرشو نمیکردم که اسیر شم. میدونم برادرها، میدونم تصمیم سختیه، ولی نه امکانات ادامه جنگ داریم نه راه برگشت. خدام شاهده که همه شما تا آخرین فشنگتون رو جنگیدین. آسد مرتضی راست میگه، شهادت آرزوی همه ما بود. ولی بچه ها اینو بدونین، امتحان اسارت خیلی سخت‌تر از شهادت و جانبازیه که معلوم نیست کی ازش سر بلند بیرون بیاد. خدایا
توفیق شهادت و نصیب همه ما بفرما. البته خدایا ما با اینا نیستیم ما 390 کیلوییم. راست میگی. آفرین. هر که تسلیم نشه مقاومت مادرتون معزل نشستم. حاج آقا باید امامتون رو بردارین. اینا اگه بفهمن شما روحانی هستین اعدامتون میکنن. خواهش میکنم. برادرها هر مدرکی داری نابود کنین، فقط پلاکاتون رو داشته باشین. لکی چند بودیم ما؟ به زخمی ها کمک کنین. میریم بیرون. یلا بالا. آقا سلام علیکم. ما شما رو آزاد کردیم. حاج آقا همونی که آزاد کردیم. حالا قاتل جنون نشه خیلی. سلام. میگم شما چرا زحمت کشیدین اومده؟ خیلی شرمنده کردم. میگفتم ما میومدم خدمتتون دیگه. يلا قوم بابا قوم. خواهش. لا تحرك. ايش بيك بابا؟ نه ما گلگلکی هستیم. خواهش ما خیلی فشار گلگلکی لا هست. تحرك بابا لا تحرك. ترى خدا من گلگلکی هم. بابا چرا ما داریم گلگلکی نکن؟ خلي هر چی بخوای یه چه. ترى قرآن بس. يلا بابا خلي دست بزن. اركب بابا اركب سيارة. ما با خانواده هستیم ما. ما يخالف يلا روح. خانواده بچه‌ها از این سیاره. بعد ما باید تقیه کنیم. بعد دیگه شعار معار موقوف. گو همون بابا. چیزی که قبلا میخوندید چی بود میخوندید؟ برو دیگه نگام نکن عاشقونه صدام نکن. با چاره نداریم به خدا باید تقیه کنیم. چی بود اون یکی با ویلا لیلی دوست دارم. بچه ها اگه از روحانی و فرمانده ها چیزی پرسیدن کسی اطلاعات درست نمیده. آفرین. کریم سوسکرم آوردن. کریم سوسکه کدوم؟ يلا قوم انت قوم. حاج کریمه. آقا سلام علیکم. آفرین. خیالتون راحت باشه بنده پاک. لا تحكي بعد. اجازه بفرمایید. ارجو منكم. بابا قوم انت. يلا قوم. جونه. جیب ما رو میخوای بزنیم؟ ما خودمون جیب زنیم ها. چه؟ هاي شنو؟ این امانته. داده بودم ببریم براشون بدیم خانواده‌اش. سيدي هو هرس. نه بابا ما من خودتون دزدیم. این امانتیه. لا تحكي. نه ما واسه ماشی دیدیم. جيب بابا جيب. به خدا ما این خودتونیم. ما اصلا با اینا کاری نداشتیم. ما واسه تلویزیون اومدیم اگه جبه. اگه. بابا والله یعنی ما این کاری نیستیم به خدا. يلا قوم بعد. قوم. آیم دکتر. لا تحكي. بابا باور کنیم مال من نیست. مال اون زبون بسته گم. داشت میمرد. اینو داد گم ما بابا، براش گم. برسونیم به دست خانواده‌اش. قوم. از ما اگه چیزی پیدا کردی اسممون رو عوض میکنیم. هاي شنو؟ میذاریم حاج آقا توجه می‌ذاریم بفرمایید. تو جیب اسممونو. رزمنده ها کتاب و دعا پیدا میشه. تو جیب اینا سیگار و اینجور مزخرفات. اینجام حیثیت ما رو میبره. هاي شنو هذا؟ قابل نداره. عقد بابا عقد. دمت گرم. عقد. شما بفرما. عقد بابا. تعال. اینا چرا لولا رو گرفتن سمت ما؟ کار میخواد بکنی؟ این تو پر از مجروحه. لا اله الا الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. پروردگارا، در همه کارها تو یاور مایی. تو در سفر همراه و حافظ خانواده هم هستی. بار الها سفر را بر ما آسان فرما. الهی امی اینجوری نگاه میکنه داره با سلامتی ما زحمت میکشه. برای سلامتیش صلوات بفرست. سفر خوشی را از طرف هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران و کارکنان این پرواز برای شما آرزو می‌کنم. شماره پرواز 598 و مقصد ما مشهد مقدس خواهد بود. ندید بدید هیز. خانم شما چیکار به اون دارید؟ تو دعاتو بخون. هیزه. لطفاً کمربندهای خود را ببندید. پشتی صندلی را به حالت اولیه بازگردانید و به علامت نکشیدن سیگار در طول پرواز توجه کنید. نمیکشیم. هر کی هم بکشه خودم باش برخورد میکنم. بسپار به ما. تغییر ناگهانی در وضعیت کابین رخ داد، یک ماسک اکسیژن از محفظه بالای سر شما در اختیار شما قرار خواهد گرفت. آن را به سمت پایین کشیده روی دهان و بینی خود قرار دهید و به طور طبیعی تنفس کنید. تغییر ناگهانی چیه؟ خروج اضطراری همونطور که همکارانم به شما نشان میدهند از درب‌های خروجی استفاده نمایید. برای اطلاعات بیشتر کارت مخصوص پرواز در جیب جلوی صندلی شما قرار دارد. لطفاً آن را مطالعه فرمایید. مرسی. Roger, runway 29 right, clear for line up and takeoff. After takeoff, contact approach 126.7. Thank you. Good day, sir. Goodbye. Have a nice flight. سلام علیکم داداش. نوکرتم. این مشتیگری کن، یه دوتا نوار برات آوردم تو. بذار راه دراز همه حال کنی. کی شما رو اینجا را داده؟ آخه با حاله وا. شنفتی؟ میگه با بیلا لیلی دوست دارم خیلی تو لیلی ما مجنون. آقا جانه شما اینجا چیکار میکنی؟ چرا سر جاتون نشستین؟ جا نبود، من گفتم بیام اینجا شما ما رو به غلامی قبول کنید. بفرمایید. شما اجازه بده من اینجا. آبجی دست. میشه کارت پروازتون رو ببینم؟ بله بفرمایید. بفرمایید. جای شما اینجاست. ببخشید من مشکلی ندارم، اگه جا نیست سرپا وای میستم. خواهش میکنم بفرمایید. خواهش میکنم شما بفرمایید. برادر عباس شما بلند شو آج خانم بشینید این پنجره. آقا جای من اونجاست، شما بفرمایید. اونجا تک تنها خب دلتون میپوسه بیاد اینجا میشینیم با هم اختلاط میکنیم دلمون باز میشه. بفرمایید عزیزم. کمربندتون هم ببندید. این چه بسه. دیدی چجوری به من گفت عزیزم؟ مرزی دیدی به من گفت عزیزم. بفرمایید. شما چرا زحمت کشیدی؟ قرار بود ما به اتفاق خانواده خدمتتون برسیم. بفرمایید. شما برید من برید استراحت بکنید. بابا ناسلامتی ما یه عمر شاگرد شوفر بودیم من انجام میدم. بردارین چرا همچین میکنی؟ یه دونه. دوتاست. یه دونه‌ش واسه خودت برداشتم. متشکرم. بفرمایید. خدا رحمتش کنه، من فاتحه‌شو میفرستم. ممنون. مرسی حلوا که نیست، اینا رو میدن تو پرواز فشارت نیفته. وا خانم خلبا. بله؟ ببخشید زن من میشی؟ بله؟ مرزی گفت بله، به جون خودم گفت بله. مرزی گفت خیلی خوب اینو باز کن گفت بله. نیفتیم یهو میرزا، ما همون تهران هم دعا میکردیم خدا قبول میکرد. لازم نبود دیگه شما هیئت راهی بکنی مشهد. بچه وقتی پرید من بگو. بابا موشکای عراقیه که تا مشهد نمیرسه. نه بابا یه چند روزی اونجا هستیم تا آوا از آسیا بیفته برمیگردیم. حتما باید با طیاره میرفتیم. مردم اینقدر ترسو میشه، طیارم ترس داره، خجالت بکش. آقا طیاره دی؟ به اتوبوس؟ اولسم بابا هیچ چیز به پسر خالش نرفته مگه نه نرگس؟ وا مرزی جون، آقا مجید ما دل و جگر شیر داره. ده آره این اون امزده تا بایران باقالی. بایران گزه به قول فارسانه به باری نه به داره. چه بایرم میمونه. آقا جون دعوا نکنید، مجید و بایرام نداره که، جفتشون سر و ته یک کرباسن. هر چی باشه
اونا یه قدم از شما جلوتر. اگه تا حالا نتونستم برم جبهه به خاطر اینکه توفیق نشده. کافیه فقط یک بار خدا به طلبه. رزمنده هم الان با دعای ماست که دارن میجنگن و البته با پول ما. عجب که اینطور. عباس این چیه؟ این پاکت تهوع. خواهر خلبان ببخشید ما از این پاکت های قسیون استفراغ نداریم. چشم میگم الان براتون بیارن. خواهر این که به جایی نمیرسه. قربون دستت 5-6 تا برده بیا. بهتون گفته باشم این جماعت آبرو هممونو میبرن. فکر نمی‌کنم اصلا زیارتمون هم مورد قبول واقع بشه. اگه لازم نداریم براتون بذارم اون بالا. نه لازم نیست. بفرم. قد خندیدم. برای من نسکافه بیارم. برای من تو که هم خیلی بلد آبی یخ بیاری بابا، نوشابه خنک بیار. عرض گلو. سلام و روز بخیر خانم ها و آقایان. خلبان پرواز با شما صحبت میکنه. من و همکارانم این افتخار رو داریم که امروز شما زائرین محترم رو تا شهر مشهد مقدس همراهی کنیم. ما پس از برخاستن از فرودگاه مهرآباد تهران و قرار گرفتن بهروز مطمئن فکر همه چی رو کردی؟ کاریت نباشه. اگه یکم حوصله کنی همه چیز درست میشه. تو حواست به کیف باشه. و سرعت هواپیما حدوداً 550 مایل در ساعت معادل 720 کیلومتر. کسی به شک نکنه. و درجه حرارت خارجی هواپیما الان 27 درجه سانتیگراد سلسیوس هست که برای دفاع حال شما عزیزان درجه حرارت داخل کابین 25 درجه سانتیگراد تنظیم شده. انشالله که زیارت همه شما عزیزان مورد قبول واقع بشه و ما رو هم از دعای خودتون محروم نفرمایید. آقا دستون در نکنه حداقل نمازمون قضا نشد. یلا جیبو یه نفر بعد. رادیو هم میدن اینجا. اسمت چه هست؟ سلام علیکم و رحمت الله. بنده صالح محبی هستم، کوچیک شما. اشمان نفهمیدم چه گفت. اسم پدر، اسم الجد. آموزم زیرباف مثل آموزم زیرباف حاجی تقی گیری نافه. درجه چه هست؟ والا بنده درجه مرجه ندارم، شغلم آزاده. یه تعدادی از این اراذل اوباش اومده بودن جبهه، من می‌خواستم برشون گردونم. منتها حریفشون نشدم، گفتم بیام تحویل شما بدم بلکه شما آدمشون بکنید. در ضمن منزل منتظر بنده هستن، اگه اجازه بفرمایید من از حضورتون مرخص. هذا كذاب. ريش لحية كثير، ريش طويل. هذا شوف هذا نفر ريش طويل. انتم فرمانده قرطان. سلام علیکم. آقای صدام خوبن؟ خانواده‌شون خوبن؟ ما غلط بکنیم؟ انت بازدار او جندی؟ نه بابا بنگیه زنجی نیستی. سربنگ دومه. شنو هذا؟ سربنگ. اون احتیاط داره و صبح تو محل میگن امر دودو. داشتم احتیاط. البته شما بفرمایین براتون میکشیم. امیر ايش؟ دودو. وانت ايش اسمه؟ بیژن مرتضوی. دروغ میگی آقا، اسمش بیژن گلپاقه، یه خودم گلپاقه. نه گلپاقه. بیژن قلباق. بیژن قلپاق بزغاله. بزغاله. انت ليش جيدين برای چی آمد جنگیدم؟ ما واسه تلویزیون اومده بودیم جبهه، ثبت نام هم کردیم، ندادن بهمون که. همین رادیو هم به ما بدین قبول ما میریم. انت ليش جيدين برای چی آمد جنگیدم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ما خودمون قبلا همین کاری که شما بخوای بکنید انجام دادم، گزینه. جای همه اینا هم گزینه دادم، قبولم شده ما چه اومدیم جبهه. این آقا هم جای شما بود، از ما سوال میکنه. اتفاقا از ما پرسیدن، گفتن کفن ملت چند تیکه از ما گفتیم بهشون 2 تیکه 3 تیکه قبولم شد. البته در مورد شما چون قدتون خیلی گنده کوتاه جواب نمیدم، 3 تیکه اینا نمیشه. حراست جهنم گیر میده، یه مورد داره. بیا تو. از ما هم پرسیدن، گفتم با پای راست میرید تو مسترا یا چپ.
ما گفتیم با کله میریم منتها نمیذاریم بریم که بابا. آقا من برای اینکه یک کار شما رو راحت کنم شما هم خسته نشید قبلا تهیه کردم اسامی همه با فرمولی نوشتم با نسبتی اندازه درجه شونه خدمت تقدیم میکنم. تهران سنتر ایران ایر 598 regard hijack. I say again regard hijack. ساکت بگی بشین پرواز شماره 598 چه اتفاقی افتاده؟ کافه مسکوایکینگ 7500 برج مراقبت. ما اینجا مشکل داریم. یه آقایی میخواد بدون ویزا بره خارج. ما و تمام مسافرا رو میخواد با خودش ببره. دشمن. البته به زور. خوب گوش کنین. من میخوام هواپیما به مسیری که من میگم پرواز کنه. ما تو هواپیما یه بمب داریم. اگه کار غیر عاقلانه‌ای بکنین یا خلبانتون حرف گوش نکنه، ما این هواپیما رو تو هوا منفجر میکنیم. مفهوم شد؟ ما یه 598 پیغامتون رو شنیدم. 500 خودتون. حالا کجا میخوای بری آقا پسر؟ اگه زبونتو کوتاه نکنی، خودم برات کوتاهش میکنم. برمیگردی به اون مسیری که من بهت میگم. همین حالا. اگه الکیه، باید با برج مراقبت هماهنگ بشه. سوخت و خیلی چیزای دیگه. ما الان خیلی وقت رو هوا داریم میچرخیم. بزن! برو آرومشون کن. خواهش میکنم ساکت باشید. هیچ اتفاقی نیفتاده. به خودتون مسلط باشید. هیچی نشده. هیچ اتفاقی نیفتاده. تفکر ببندید همکاران. خواهش میکنم ساکت باشید. به خودتون مسلط باشید. هیچ اتفاقی نیفتاده. خواهش میکنم ساکت باشید. هیچ چیزی نشده. هیچ اتفاقی نیفتاده. مسافرین محترم توجه فرمایید. مسافرین محترم توجه فرمایید. سرمهماندار صحبت می‌کنه. به علت بدی هوا با تغییر ناگهانی مسیر مواجه شدیم. خونسردی خودتون رو حفظ کنین، کمربنداتون رو خانم جون هوا که صافه واسه چی خالی میبندی؟ خب یهو بگو تصادف کردی. هواپیما که تصادف نمیکنه ندید بدید. برای مهماندار ما طاقتشو داریم. به ما بگین اگه ما سقوط کردیم. چرا راستشو بهشون نمیگی؟ آروم باشین. ساکت. آروم باشین. طوری نیست. آروم باشین. دشمن شما باید همه چیزو بدونید. نه تصادفه نه سقوط. من به نمایندگی از خلق قهرمان ایران برای آزادی شما مردم این هواپیما رو از کشور خارج می‌کنم. امروز همه شما تو این مبارزه با ما شریک هستید. سلامتی برادران کمیته سلامات درفه. سلام. چه کدومه؟ بابا اینا جزء منافقه. شو. معترضینن. معلوم است تو کدوم طرفی هستی؟ هر طرف که حقه. الانم که حق با شماست. تو کی منگل؟ مرزی آقا با تو کار داره. نه دیگه آقا اسم شما رو صدا کرد. ببخشید ما طرف خانواده دومادیم. مادر دومادم که اونجا نشسته. بله اینم عروسمونه. منم نامزد آقا بایرامم. بله ما هم که قراره دیگه به سلامتی. ما برای رسیدن به آزادی همراه میخوایم. کسی هست؟ اجازه ما البته آزادی که نه ما پامنار میشینیم. میشه ما رو اونجا پیاده کنیم؟ ما هم همسایه شدیم. ببخشید برادر منافق شما خودتون کدوم وری هستی؟ ما طرف مردم. یعنی ما قربون آدم چیزن مگه اینکه شما برای ما کاری کنید. موشکاشون تا تهران رسیده هیچ جا امنیت نداریم. منم با شما. حالا کجا میریم؟ لندن؟ بابا ولی مامان که همراهمون نیست. حالا راستی کجا میریم؟ میریم لندن؟ اسرائیل. شاید هم عراق. داداش ما بلیتمون تا مشهده. یه آقایی کن من و خانواده رو یه تو که پابز تا مشهد. ما نرز داریم. بعدش هر جا خواستی خودت بری هری. لال شو بشین سر جات. میگی تو لال شو بشین سر جات. بیشین پسرم بیشین. بابا میرزا شما یه کاری بکنی. سب کن به خدا توکل کن. خوب گوش کنین. ما همراهمون یه بمبه. از جاتون تکون نخورین. رفقای منم بین شماها نشستن. کاری نکنین خون و خونریزی را بیفته. مردای قدیم. خفه شو زود. اینا از پشت به مردم خنجر میزنن. که حرف اضافه بزنی یه گلوله حرومت میکنم. کن دیگه جوون. این بنده های خدا همه زخمی هن. چرا با مردم رو دعوار میکنی؟ مگه قرار نبود هواپیما رو بدزدیم که بریم خارج عروسی کنیم؟ این کارا چیه؟ دستشون خیره. قرار نبود آدم بکشن عروسی کنن با هم. بابا پس خیلی هم خطرناک. اینا که نامزدن.
شما که طرفدار ما مردمی، پنجره ها اینجا دستگیره نداره. قربون دستت. بیاین دو پاکت بنده در بیرون. بدین من. برو وایسا خانم کنار. شما چرا آبجی خویت نداره؟ چه کولم پیسیشته. شما حواستون باشه. من میرم داخل. آخه برای چی؟ مردم گناه دارن. بشین خانم حرف بزن. خانم ها آقایون، زیر صندلی شماها چتر هست، چتر نژاده. اگر چنون که دیدین خطر افتادن زامنش بلافاصله بکشین. وانگاه احتماط نفس خودتون حفظ کنن. اینا با شما قول میدم حتی نیمی ترولوس هم نیستن. شما مهمان سید رئیس. درد بلای سید رئیس شما بخوره تو سر این آقای صدام که این جنگ تحملی رو به ما تحمل کرد. الان مای آورده و شربت میخوره. ای والله شربت بوده. اون که شربت خودمون بود این شد نتیجه. این که دیگه شربت اینا هم هست. غیر سرشون خیلی میزنن ولی مسترا شربت هم میدن. ببین مثل که میخوان سیگار هم بدن. مثل که این حرومزاده ها اونقدر هم بد نیستن. بچه گول تبلیغاتشون رو نخورید. اینا جلوی خبرنگارا میخوان تقیه کنن به قول حاج آقا. آقای مرتضی خان داشتیم؟ بعد الدقائق يجي فريق الرود ومعه المخبرين من التلفزيون والراديو. آفرین. ارمنیام جبهه میان. آفرین. این چه جوری گزینا قبول شدی؟ لابد سوالای خودشونی میکنن ازشون. موردشون چند تا کفن داره؟ کفنشون چند تا کف؟ من خودم یه مدت قبرستون ارامنه خدمت میکردم. اونجا دیدم با کت شلوار میذارن تو جعبه خاک. با کت شلوار؟ انگار چه عروسیه نه؟ لازم مصاحبه مع التلفزيون. هل که مصاحبه کنه يشوفونكم عائلتكم من التلفزيون. خانواده دید شما مخبر تلفزيون جرى عمد جبهه بزور عمد جبهه. تعرفوا من يحكي كلام إضافي ويهتف نعاقبه بأشد المجازات. شعار سياسي كلام إضافي ماكو وإلا يأتي المرج تكلم. استعد انتبه. خد راحتك. مرحب بك يا سيدي فريق الركض. قدام اسمك الزهير، 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 قدام اسمك الزهير. بینندگان گرامی، بیشتر این سربازان ایرانی از بین جوانای کم سن و سال هستند. ایران برای اعزام نیرو با مشکل مواجه شده. برادرها مواظب باشین. جلو خبرنگارا دشمن سوء استفاده نکنه. لا اله الا الله. شما مواظب حرف زدنتون باشین. حرف بدی نزنید. آفرین. یعنی حرفای چیزدار نگید. نه این خبرنگارا یه موقعی ازتون خواستن مصاحبه چیزی بر علیه کشورتون بکنید، یه موقعی به حرفشون گوش ندید. شما برای چی جبهه اومدین؟ حالا که اسیر شدین چه احساسی دارین؟ شما برای چی اومدین؟ من دارم از شما سوال میکنم. اگه یه دوز بیاد توی خونتون چی کار میکنی ها؟ چی کار میکنی؟ چه مقاومت کنی؟ سلام. سلام. خوبی؟ خوبی؟ سلام آبجی. انگیزه شما از اومدن به جبهه چیه؟ انگیزه تهران هم آجیگیرین رو پرسید نمیدونم جوابش. آخه چرا حرف موف یه بار دیگه میزنی؟ سوال میکنم، خودتون رو معرفی کنین آقا. چشم. بسم الله الرحمن الرحیم. این جانب بایرام گودرزی معروف به بایرام رودر بسم الله میگن. ما بهش میگیم باقالی. ما خبر سلامتی خود رو به خانواده من و مادرم، پدرم، برادرم و همسر آینده‌ام که قراری بشه همون خواهر مجید با مادر زنم که میشه مادر مجید میرسونم. لا تحكي زياده. كفايه. یه بار دیگه ازتون سوال میکنم، برای چی جبهه اومدین؟ ما می‌خواستیم اینا گفتن که می‌خوایم بریم زیارت کربلای امام حسین. ما هم چون عاشق حضرت ابوالفضلیم. چرا زیارت؟ زیارت بریم دیگه. شما میایین زیارت امام رضا، ما اینجوری میکنیم با شما. میزنیمتون. شما رو به کشتن داخل. دوباره میپرسم، شما حاضرید شعار بدین؟ بله آبجی. شما فقط به این آقای بگی که ما رو اعدام نکنن. هر شعار دیلی که بخواد ما میگیم. ما اصلا تو اینا نیستیم که. اینا میگن مرگ، همینا ما رو میخوام بکشتن بزنن. باید آدم درود بفرسته. درسته آقا؟ ببین آقا درود بر
بر صدام یزید بگید دیگه درود بر صدام یزید کافر درود بر صدام یزید کافر چی گفت؟ چی میگه؟ صد رئیسش؟ صدامش؟ فامیلیش مگه یزید کافر همه تو تهران میگن راتش کن ما فکر فامیلیشه خب ما چه میدونیم؟ خب شما که مسلمون نیستین به نفعتون نیست شعار بدین مصاحبه کنید با ما. من مسلمان نیستم، ایرانی که هستم. الله اکبر الله اکبر آقا مرتضی اینجا چه خبره؟ اینا اومدن از ما استقبال انجام بدن؟ تا حالا اسم تونل وحشت به گوشتون خورده؟ من شهر بازی زیاد رفتم خیلی حال میده بابا این فرق میکنه همه دو با شهر بازی تهران اونجا دایناسوراش دیکوری اینجا دایناسوراش واقعیه بچه‌ها محکم باشین دشمن سوء استفاده نکنه آقا جمالی اگه میخوای دشمن سوء استفاده نکنه خودت اول برو سوء استفاده نکنم ببینیم خیلی خوب من اول میرم سلامتی رسندگان اسلام سلامات خشامه آقا بارو برگردون همون جیپه که بودیم بهتر از اینجا ایوه برو تا صبح باید اینا دعوا در میکنم آقا رسول کارم در اومده عجب نامرده یا فارو مهندسی بیارمشون تو داره دسته میخوامه برای چی برم؟ حاج آقا برای چی؟ مگه شما منو گزونه نکردی؟ گفتی لیاقت نداریم بریم سیپه حالا خودت چی داره برو دیگه عزیز من صاحب لیاقت شدی بیا برو پای خودتون آره صاحب الان که کوتاش میزنم من برم جلو اما اگه گیم پولو میدادن خودت میرفتی جلو سلام علیکم برادرم سلام علیکم برادران محضی ببخشید من پشتم به شما ببخشید منو مثل خانوادتون بدونم ببخشید خواهش میکنم قانون جنبی رعایت کنیم بابا گردن به پایین بزنه گردن به بالا کلا على قولة الرئيس القاعد صدام حسين انتم ضيوفنا شما امرو مهمون ما هستی الضيف لازم يحترم صاحب البيت مهمونم باید پابند حرف صافونش باشه مهمان همه بخون داریم چیزی پذیرایی میکنن والصحفيين على اساس يسجلون الاسامي اومدن شما بیشتر اسرایی که اومدن اینجا ثبت نام نشدن على اساس الدكول الاثنين به خاطر فراری که اسرا نمیذارن صلیب بیاد اردوگاه نام پامن ممنوعه وايدين من قرار چند روز دیگه بازرسای صلیب بیان اردوگاه تا توی مراسم رسمی از شما ثبت نام کنن حسب الاخلاق منكم ثبت نام شما بستگی به رفتار شما توی این چند روزه داره ماكو اي نوع حركة السياسية حرکت سیاسی ممنوع نماز جماعت ممنوع ماكو اي نوع من ماتم عزاداری ممنوع ماكو تاسوعة ماكو عاشوراء تاسوعة عاشورا ممنوع اینم بگم اینا قفی زیاد میان ولی شما مراعات کنین انا ده اترجم اطراف اردوگاه میدان و مین هست نگهبانا مجاز هستم به هر کس که نزدیک شدم و یا فرار کردم شلیک کنن اینجا فقط باید زندگی کردم ما نمیتونیم اینجا زندگی کنیم تنهایی چون تهران مرزی خانم منتظری که بریم ازدواج کنیم اون وقت نامرده میشیم میگن از زیر عروسی در رفت جناب سرماد داشت مجید ما یه تانکتون رو زده تا اون نشون میدیم بذاریم برگردیم حرف نزنی خفه شدم اینجا رسول ارشد شماست
حرف اون باید گوش کردم. این بابام که بیوه آدم خودش یک میه. ماکولش. هر کس شعار داد شلوغ کرد تنبیه شدم. مثل اون توی گونه کردم. محترم توجه فرمایید. با تشکر از همکاری شما همونطور که مستحسن هستید به لطف برخی از دوستان مثلا وطن پرست بعد از این همه معطلی بالاخره احتمالاً مجبور به فرود اضطراری و سوختگیری هستیم. لطفاً خونسردی خودتون رو حفظ کنین، کمربنداتون رو ببندین و به علامت کشیدن سیگار توجه فرمایید. اینو می‌خواستی بگی، اینو من گفتم. یه حرفو چند بار باید بگی این خانم، من گفتم. چاکرت خانم این حرفا چیه؟ کوبت موبت کدومه؟ بابا این از بعضی‌ها بدترن. اصلا معلوم نیست طرف کدومشون هستن. هیچ معلومه چی کار میخوای بکنی؟ بیچاره مردم هم باید خون بدن، هم از دست شما خون دل بخورن. بابا اینا دستشون با دشمن تو یک کاسه است. خفه شما دور. همین شما اگه نمیرفتین جبهه همون روزای اول کار رژیم تموم بود. بس کن دیگه جوان. همینها اگه نمیرفتن جبهه مثل قصه حمله مغولا شما الان به صدام باز میگفتین آقدایی. صدام دایی ده، تو به صدام میگی خاندایی. صدام دایی شد. راست میگه دیگه آقا. شما هم دیگه شورشو در آوردید. ولفرج یکی دو تا ست. آقا اینا دیگه قول میدن ولفرج نکنن. شما بفرمایید به داییتون برسید. ماشاءالله چه شباهتی هم دارین. یا نه حلال زاده به داییش. بی تربیت. نملت میکنم ها. آقا جان بس کن دیگه. خود جلو اون زبونتو بگیر. مصلحتو برای همین موقعا گذاشتن. فکر میکنه اگه آقا مجید بفهمه ما رو دزدیدن چی کار میکنه؟ اگه داشت مجیدم اینجا بود که تیکه تیکه میکردیم مرتی که بی غیرت. چته؟ چرا انقدر عصبی شدی؟ با مردم که دعوا نداریم، قرار بود هواپیما رو بدزدیم بریم خارج پناهندگی بگیریم که داریم میریم. چی میخوای دیگه؟ تو با من یا اونا اومدی کمک حالم باشی یا اعصابمو خورد کنی؟ نشنیدی چی گفت؟ هر چی گفت. نباید رو سر مردم اسلحه بکشی که. بابا پر زن و بچه از اینجا، نمیبینی ترسیدن همه؟ ترسیدن که ترسیدن، به درک که ترسیدن. برای من ایدئولوژیم از همه چی مهمتره. چی از همه چی برات مهمتره؟ نشنیدی؟ نه. ایدئولوژیم. عروس خانم من فکر کنم تنبون این نامزد منافق شما دوتا شده. ذلیل مرده اسمش هم خارجیه، رادیولوژی. مرد همشون همینه. تنوع طوری نیست ماشاءالله. با این هیکل بالاخره سیب زمینی که نیست. یه کلمه دیگه حرف بزنی خلاصت میکنم. آروم پسر گلو، ببین این ره که تو میروی به ترکستان هاکاک بود. میرزا راست بشین دیوونه. بس کن دیگه. عصبانیش نکن. عروس خانم میگم من با شما یه صحبتی دارم، میخوام بیام صحبت کنم. رگ خواب این جماعت دست منه. شما اجازه بده من بیام از اون ور. به اون آقا قد بلنده بگو دعوا نکنه. پاشو بچه. زن حاجی بگم جون سیر شدی میزنی میکشه از رحم. من میدونم شما چیزیالیست هستین. حاجی امام جوونیاش فوتبالیست بود. من بلدم چجوری درستش کنم. میخوام از همینجا از پشت این تریبون اعلام کنم که آقا چرا دارین بحث سیاسیش میکنین؟ ما با کسی دعوا نداریم. ما با همه خوبیم. اصلا چرا هواپیما رو سوراخ کنیم؟ چرا کج و کوله کنیم؟ میخوان دو تا مرغ منافق به هم ببخشید دو تا مرغ خروس منافق عاشق کفتر عاشق میخوان با هم عروسی کنن. سنت حسن است. بیاین به جا بیاریم، بیاین کمک بکنیم. اصلا آقا من خودم یخچالشو میدم. کمک کنیم اینا بریم یه هونولولو یه شامی بکنیم با یه عروس داماد. خیلی هم خوش میگذره. همه با هم خوشحال راضی برمیگردیم خونه هامون. حالا اگه ممکنه همه با هم به مبارکی این ازدواج. عرض چقدر قشنگه. ایشالا مبارکش باد. دو ماد خوش آب و رنگه. ایشالا اکبر منافقین و صدام پدرسه. من یه حرفی زدم؟ شما چرا این کارو میکنید؟ من دارم برای آزادی شما از جونم میگذرم. وگرنه خودم حالم به هم میخوره این کارا زایه. قشنگه. ایشالا مبارکیش کن. خانم ها آقایون جنتلمن، زیر صندلی شما ها چتر نجات هست. اگر چنون که احساس کرده که در خطر هستین بلافاصله زامنشو بکشید. حوصله داری یا؟ بگر رسیده مشهد. نه سر کرایه دعوا شده بشین. دلت خیلی خوشه. متشکرم. Kuwait approach, Iranair 5908, good afternoon. It's hijacked flight. Request descent to traffic altitude. Iranair 5908, intention? Proceed to land if possible. Negative. Descent is not approved. Airdrome is closed for you. اجازه فرود نمیدن.
باید به ارتفاع. Runner 508, Riker Force. Your aircraft is intercepted. Follow us. میگه چی میگه؟ چیزی نمیگه. میگه هواپیمای میگه جنگنده عراقیه. کمک! 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 اینا مرا رو بایدن! اینا همشون با همن. آقا ببخشید نظرم شما بفرمایید داداش. ما با همه عزیزان منافق بالاخره یه مسیری کنم در خدمتتون هستیم. همه توجه کنین. اگه شما هم عقل تو سرتون باشه با یه مصاحبه و شعار جلوی خبرنگاران نونتون تو روغنه. تو اگه عقل تو سرت بود برای پناهندگی ما رو عراق نمیبردی، لااقل پاریس یا یه جای دیگه. مصاحبه و شعار دیگه چیه؟ بابا میرزا آخرش چی میشه؟ من خیلی میترسم. انشاءالله درست میشه. رشته ای برگردنم افکنده دوست، می کشد هر جا که خاطر خواه دوست. راحت باشه تکیه بده به من. نگرد عزیزم، چیزی نیست. حواست به اون طرف باشه. بله آجا دست خودم نیست. اونایی که سرود خوندن فردا خودشون باید تاونشون رو پس بدن. پای بقیه رو وسط نکشن. رفقا خوب گوش کنن. هر کی لباس اضافه داره به مهمونای جدیدن بده. شما یه قدری تنگم مهربون‌تر بخوابید. حواستون باشه دیوارای اینجا موش داره، موش هم گوش. سوتی ندین. از ما گفتم بود. بشینید من الان جریان براتون توضیح میدم. بفرمایید. الله. آقا رسول قدیمی ترین اسیر اردوگاه است. از طرف عراقی‌ها شده ارشد اردوگاه. علیه السلام. تر از این بابا آدم نبود. قبلا بچه‌ها واسه اداره اردوگاه یه شورای مخفی داشتن. هر کدوم هم یه مسئولیت داشت، کارا عالی پیش میرفت. ولی بعضی‌ها شناسایی کردن و اردوگاه رو ازم پاشوندن. این آقا رسولم از اون اول جنگ اسیر شده. بچه خیلی بامر، حتی بامرام خیلی هم علیه السلام نی خیال کنینا، ولی لوتی منشه، دوست داشتنیه. سیستمش هم 4-4-2 نیم مثل فوتبال. یکی یعنی یکی به نل، یکی به میخ. تیپش هم جالبه. واسه خودش یه سوزوکیه. والا این قیافه از سوزوکی گذشته دیگه کاوازاکی شده. حاج آقا تحویل بگیرین. کارتون در اومد. حاجی موتورسازی داری؟ والا چشم. حاج آقا تعمیرگاه مجاز آدمسازی دارن. آدم همه رقم. ایرانی، بسی، عراقی، هر چی دلت اونایی که تو اون بند هستن کیان؟ اینجا شده یه اردوگاه تبلیغاتی واسه بسیا. برای اینکه بین بچه‌ها اختلاف بندازن به چند دسته تقسیممون کردن. اون ته یه قاطع است که افسرا رو نگهداری میکنن. تقریبا همشون رو صلیب سرخ ثبت نام کرده.
بسیجی‌ها و پاسدارا هم به اسم مشاکل دستگیر کردن، بردن اونجا حبسن بندگان خدا. ببخشید داداش، شما هم با کوزینه اومدی با این قیافه؟ اوه اونا کیان؟ خیلی مشکوک میزنن. حزبشون حزب ملنگ، سردستشون اسیکلنگ. اینا شر شورایی‌ان که کم آوردن. همه تیپ آدمی هم توشون هست. از قاچاقچی لبه مرزی بگیر تا جاسوس ماسوسای اردوگاهی دیگه. یه مش عتیقن که دور هم جمع شدن. اما این چند دستگی بین اسرا خوب نیست. حواستون باشه. اینا الان دارن تو شما دنبال فرمانده و پاسدار آخوند میگردن که تا قبل از اینکه بازرسای سریعی برسن برفرستنشون استخبارات. اینجا بعضی‌ها واسه یه پاکت سیگار آدم میفروشن. هوای رفیقاتون هم داشته باشین. خیلی مشنگه. یه خورده زود قضاوت کرد. قیافشون غلط اندازه اما دلشون صافه. ما گفتم بود. بچه محل خودمون نیستی؟ سر سرگردون. پامنا؟ پایین‌تر. پاچنا؟ برو پایین. خزانه؟ چپ. یاخچی آبا؟ بیا بالا. نازی آبا؟ میخوامه. آب کندیده گودالا میجوره. بچه من اونجا جوادیه ندیدم شما. سر سرگردون. بابا جوادیه دیگه. بر خرمگس معرکه لعنت. اشوا. سلام علیکم. بیاین فعلا اینا رو امشب بگین نچه. همه بلند بشید. اطلاع می‌ذارم. از الغار. اهلا وسهلا الشداد. لسی نگو بکسی. منم اهلا. رشدن. مقن بزغاله. بزغاله اسم مستعارمه. کوچیک شما بیژن مرتضوی هستن جناب فرماندار. رسیده بکش عملی. ولش کن بابا. بگت. سلام علیکم. بندم بایرام گودرزی است. بایرام لوده. ليش تسوي كذي بملابس الشعب؟ این گونده ایناست ها. چیکار می‌کنی حاجی؟ ما چرا لباس ما کوتاه کردی؟ دعا می‌کنی. هذا هسه جاء في ما القفص. توهین انداختی. ما يعرف القوانين. اشتباه نکنه آقای نگهبان. این اتفاقا موده ها. الان همه جای دنیا مدل مانتو کوتاه چاشدار موده. نه تحجیبا. نگهبان چی میگوی تو؟ شما میگم مامور دارین میگم. ای با ای با. نیشه پاساژیر فلوکسور. von zwei Unbekannten. همینطور که مشاهده میکنید یک فروند هواپیمای مسافربری ایرانی با کلیه مسافران و خدمه خود توانستند با چند معترض در یک اقدام شجاعانه از زمین ایران فرار کرده و در کشور عراق بیایند. گزارش‌ها حاکی از این است که تمام مسافران این هواپیما در اعتراض به وضعیت سیاسی اخبار و بحثی‌ها که اعتبار نداره. داره بابا مال بی‌هوشی رو میگه. شاخان زیاد میکنم ولی تهش درست زده. قصد پناهندگی سیاسی در عراق و یا چند کشور اروپایی را دارند. اینا رو بیارن امریکا چیه میکنه بدون بوزا. در بخش دیگر از اخبار خواهیم شد. میدونم مش برام خوبه خیال راست. ببخشید اگر که کمک بخواین من میتونم کمکتون کنم. بلدی؟ بله من در خارج 2 ترم پزشکی خوندم. راست میگی؟ پس خوب شد به داد ما رسیدی. چون این رفیقمون کار اصلیش مطربی بوده. اینی هم که میبینی داره اضافه کاریشو میکنه. یا گل بود به سبزه نیز آراسته شد. خدا عاقبت ما رو به خیر کنه. فقط همین یه دونه رو کم داشتیم مثل. آجا اجازه بده. داشت اصول احترامت بر ما واجبه. کنداکتور گروه موزیک بودم. جلوی این تازه وارده هر چی دلت میخواد بگو. آره راست میگه. قبل انقلاب رئیس گروه مطربا بوده. جنگ که میشه داوطلب میاد خط مقدم. الان هم با بچه‌ها ترونه مرونه کار میکنه. میبینید که پاک مخمونو برده. آی دکتر این ترانه‌ای که شما کار میکردید خلاف شرع که نبوده انشالله ها؟ همش مجاز بوده دیگه بله؟ والا این بحثی‌ها شما که نمیدونید. ما رو مجبور کردن همه چی بسازیم. انقلابی میسازیم، ضد انقلابی میسازیم. در همه دیگه. خدا ببخشه. برای چی آخه؟ برای چی عزیز من؟ والا نقلش مفصله. بعضیا میگن ایرونیا اسرای ما رو اونجا نمازخون میکنن. ما هم اینجا میخوایم شما رو برقصونیم. الانم شرط کردن چند روز دیگه که صلیبی‌ها اینجا میان شما رو ببینن. بچه‌ها اینجا تئاتر بازی کنن و ترانه مرونه بخونن. اونایی هم که زیر بار نرن میرفستنشون استخبارات برای دده. دکتر جون، آیه دکتر دندون دست بده اینجا. جانم اومدم. آیه دکتر دندون. بزن اینجا. شما 2 نفر بزنید بیان دست پای اینو بگیرید. یه لحظه بیان. آره پاشو شما بگید دستش هم ببین محکم بچسبون بکن. ببین حسب اطلاع شما این دسته مسواکا رو آب میکنیم اینجوری
همین انقدر کافیه. اینو نگاه کن، سرخ شده این میله، داشته باش. دهنتو باز کن، دهنتو باز کن، باز کن، باز کن، باز کن، باز. برادرای بحثی زنن یکی از برادران رو کف و کوفشون در آوردن. دکتر بودا بجنبی. خسته نباشید. من یک از این آبا ببرم برای بچه‌ها. آب لازم دارن. آب ندارن. گناه دارن. با اجازه. آج آقا تقبل الله. باز داری دنبال کفشات میگردی؟ آب برای بچه‌ها. بیا برو بیرون. آب معدنی. بیا برو بیرون، زن دست و بالاتو قطع میکنن اینجا. به سر جاش. نبرم اینا. بفرم. با اجازه. برو بیرون. اینو روشن کن که بهداشتش کنم. خب این کار از نظر علم پزشکی است. نکن، کارت کن. این ولی تو نگاه نکن، 2 ترم بیشتر نخوندی قشون بکن. اون نگاه کن. کجا بدم جای سالم نداره پشتش. خیلی محکم بگی، محکم. نه سیدی نه. بچه کیلویی نباید کم بیاریم. اینا خیال میکنم ما بیدی هستیم که با این بازار بلرزیم. نه اینکه تا الان نلرزیدی. آمپولشو زدم الان حالش خوب میشه. همه این آتیشو از گور شما بلند میشه آقای دکتر. بس کنید! بس کنید! ما این همه مصیبت نکشیدیم، نشنگیدیم بیایم تو دل دشمن این مزخرفات رو گوش کنیم و مطربی شما رو ببینیم. ما تازه رسیدیم. راست میگه دیگه، شما هم خجالت بکشید. هنوز خون رفیقتون خوش نشده. من از اون ابتدا به شما گفتم که این اراذل و اوباش آدم بشون نیستن، شما به خرجتون نرفت که نرفت. حالا که میبینید با جواسیس ریختن رو هم دارن برای بنده و جناب عالی غیر. آفرین. اینجا ریش بیریشا، اینجا فقط عشق و حاله. نمازخونه میخوای انفرادی؟ شما که تازه اومدی باز به ساز ما برقصی، وگرنه میرم راپورتون رو به صراط غیر مستقیم هدایت بشه. اما تعداد ما بیشتره، شما باید با ما هماهنگ بشید. کمتون میکنم بابا، زیاد بودم مثل شما تو این اردوگاه. مقدس بازی اینجا هم باطله شه. مرافعه نکنید گاه، شما به این چیزا عادت میکنید. دمش گرم، همینی. این کار هر روز ارشدشونه. تو با مایی؟ با این بحثیایی یا با این مطربا؟ من ارشد اردوگام و طرف راحتی بچه‌ها. آفرین. گوشم از این چقول پقولا پره. اما اینجا با زندگی کرد. جنگ ما تو خاکریز بود. برای یه رزمنده جنگ تا دل بغداد ادامه داره. اما ما با شماها جنگ نداریم. برادران رزمنده که در بند بعثی‌ها گرفتار شدید، خوب توجه کنید. این بعثی‌ها میخوان با ترانه‌های مبتذل و آهنگ‌های لهو و لعب ما رو شکنجه روحی بدن. مواظب باشید که به دامشون نیفتید. حاج آقا گیرینو، شما گیر نده، من کدام ردیفش میکنم. اگه الان کوتاه بیاین معلوم نیست بعدن چه بلایی فرمانده بابا به این برادرها کاری نداشته باشین، ما رو شکنجه بدین. ببین شما ما رو ببرید سیلولو انفرادی هر چقدر میخواد شکنجه روح بدین، ولی با اینا هیچ کار نشد. مثلا طبق قانون ژنو ما روحمون بیشتر احتیاج داره. باید یه دست حسابی به این دستیا بدیم که تا آخر اسارت یادشون نره خفش کنون نامستم.
بسیا خیلی راضی به نظر میاد. یقینا رفیقات با دار دسته اسی و آنتنا درگیر شدن. این بساط همیشگی ایناست. دعوا را میندازن تا روحانی‌ها و مذهبی‌ها و فرمانده‌ها رو شناسایی کنن. خدا فردا رو بخیر کنه. مثل اینکه اون آقا با شما کار داره همچین میکنه، با شما کار داره، مردم آلاخون کردی یا رو تحویل بگیر. دارن عکس میگیرن همچین کن جزو سابقت حساب شد. حسن اکبر علی. بله. نقی جعفر. بله. ولی روح الله علی. بله. حسن اکبر علی. بله. علی تقی. بله. حسن جعفر. بله. محمد تقی. بله. مرتضی حیدر علی. بله. حسن جعفر رضا. بله. حسن صدیق شریف. بله. حاجی تقی قرینوف. سلام علیکم و رحمت الله. حال شما خوبه؟ متعلقات خوبن؟ منزل خوبن؟ کجا چه خوبه؟ بیژن قلباق ازغله. بایرام لودر بغلی. سلام علیکم. امیر دودو عملی. امیر دودو عملی. آقا ما یه هفته دیگه بیشتر نمیتونیم بمونیم. به خدا مادرمون خونه مریضه. میشین بابا فقط بگو بله. تو که کاملا گوگلی. بله. امو زنجیر باف. بله. لا یعنی کلکم امو زنجیر باف. بله. بله. زنجیر منو بافتی. بله. یعنی همه جماعت زنجیر منو بافتی. بله. امو زنجیر باف. بله. زنجیر من بافتی. بله. امو زنجیر باف. بله. زنجیر من بافتی. بله. ها؟ نعم سيدي. قاعد يضحكون عليكم بعد ما يفتحون. ها؟ كلهم يقولون بله. يا سيدي. عمومی واجی اینجا چیکار میکنه؟ فرد واحد شیخ. بگم اونم بو بردم دنبال حاجی میکردم. خدا به خیر کنه. سیدی میفرمایم بین این اسرا واحد فرمانده واحد آیت الله موجود هستم. آی رسول دو آیت الله میشناسم. کجا باز بشنسن؟ اینا تازه یه شب اومدن. ماك واحد؟ ها؟ انت مسؤول. عرف؟ ماشي حاجی فعلا مصلحت نیست. انت وانت قوم. انت ذاك تلفزيون میدن ما هستیم. وانت بعد قوم روح شيك عليهم. شيك عليهم. روبا شدم. شیخ گردان شما این هست؟ نه آقا سیدی این آقا اصلا قیافش به این حرفا نمیخوره ملا باشه. این استخاره میکنه با تسبیح همش هم برس در میاد. استخاره کرد ما الان گرفتار شدیم دیگه. شما مگه میخوای ازدواج کنی ندین استخاره کنی با تسبیح ها برس در میاد ها. خودت میدونی. بس اینو برای چی دور سرش میبنده؟ اندازه سر اینه. خب شاید میگرن دارن سرشون درد میکنه. از نظر پزشک چی میگی داکی؟ سر که درد نمیکنن که دستمال نمیبندن. این عمامه مال کی است که توی بهتری پیداش کردیم؟ بگم من این قالب کله حاجی گیرینوفه. چرا مزخرف میگین؟ چرا شأن لباس رو پایین میارید؟ آقا درست میشه هم مالو همینی ببرین لیدام. رو کی راست میگه؟ آی فرمانده بنده خودم کلاه دارم عزیزم. اینا این یکی راست میگه. حرف نزن تو خودت مشکوکه این همه ریش داری. من آقا من اهل عملم. من اصلا این کاره نیستم. ببرین آزمایش ببرین هر کاری دوست داریم بکنیم. این کارا رو با من نکنیم. اینش اصلا مال شما. لما ما عرفوا علينا هاليوم الشيخ اقتل واحد ورا الثاني هاليوم. میگه که باید معرفیشون کنیم وگرنه هممون رو تا صبح اینجا چال میکنن. تو که مسیحی هستم لزومی نداره که زحمت اینها رو بکشی. برو دفتر فرمانده. ولی منم با اینا اسیر شدم. گفتم برو.
آفرین. انت هرس رسول صاحبش باید پیدا کنی. تمام. بابا تو که ارشدی باید یه کاری بکنی. این حاجی و فرمانده ریشمیش دارن توشون تابلو هن. معرفیشون کن، بقیه خلاص دیگه. بریدیم ما جون تو. اما این ارشد شماست، نه ارشد ما. ما راه خودمونو میریم، شما هم راه خودتونو برین. آفرین. جایی که آب هست تیمم باطله. راست میگه. ما فقط تابع حاج آقاییم. هر چیشون بگه حرف ماست. برادرها با هم دعوا نکنین. اختلاف چیزیه که اونا میخوان. رسول قدیمی اردوگاه، از حالا به بعد ارشد همه ما هم هست. بابا این آدم خودشونه، اطمینانی بهش نیست. من که تابع آقا رسولم، چون تجربهش بیشتره. اگرم مصلحت جمع تو اینه که من خودم معرفی بکنم، باش، حرفی ندارم، معرفی میکنم. نه نمیخواد آجی. صبر کن. شاید کوتاه اومدن. دلت خوشه، اونا رو من میشناسم. تو این یه فقره کوتابیا نیستن. حواست کجاست؟ دارن از همون اسب میگیرن. داشتم به آقا مجید فکر میکردم. همش تقصیر تو بود دیگه. اگه برای داش مجیدم شرط نذاشته بودی بره جبهه، الان ما اسیر دست اینا نبودیم. ای بابا، نه که تا آقا بایراما زورکی دنبال مجید راهی نکردی؟ خیلی آقا بایرام راست میگی، ولی در عوضش دارن اونجا کلی کیفشو میبرن. والا مرزی مرزی میگم لابد تا الان 10 دفعه اخبار گفته که ما رو دزدیدن، نه؟ چی میگی شما دوتا؟ دزدیدن. من عربیم خوبه، الان باشون صحبت میکنم میبینین چی میشه. آقا الآقا یا حبیبی اخوی هازا فی مکان مازا ما هازا لا خواهر لا مادر لا خواهر مادر حاجی my husband انتظارو فی بیت هیا علی خیر العمل نماز مسلمان مسلم لا پدرم برزیده صدا میشنوی حرف بزن دیگه چطوری میگه بزنم تو ما قرار بود بیایم عراق. چه فرقی میکنه؟ فرقی نمیکنه، ما با این کشور تو جنگیم، مثل اینکه نمیفهمی. آروم باشم ببین تکلیف این مردم بدبختی که آوردی اینجا علف خودت کردی چی میشه؟ مردم میکنی؟ مردمم دیگه واسط مهم نیستن. خیلی خوبه. اون وعده وعده‌ای که به من دادی چی؟ منم دیگه مهم نیستم. باش. به من چقدر وقت داری دروغ میگی؟ بهروز با تو هم چقدر وقت خفه شو! این مبارزه است. برای سلامتی دو زوج جوان و آقای مهربان بزن دست و بی امان. خانم و آقایون لطفاً توجه کنید. لطفاً توجه بزنید کنید. دست طبق اعلام این بلای سرمون میارن. نماینده حزب بعث، شما چند روزی مهمون رئیس جمهور و حزب بعث هستید. آفرین باریکلا آفرین، دارم خوب میشناسمت. کون آدمی که من میشناختم کجا رفت؟ و تا هر موقعی که دلتون بخواد میتونین تو این کشور بمونید. شما باید طبق قوانین بین الملل ما رو به ایران سید الرئیس صدام حسین دستور دادن تا استقبال خوبی از شما بشه. به همین منظور فردا به نجف و کربلا برای زیارت برده میشیم تا خاطره خوبی از مهمون نوازی حزب بعث باشه ما که خودمون داشتیم میرفتیم زیارت. شما برو به آقا دایید سلام برسون، بگو شما که ما رو می‌خواستی بفرستی زیارت چرا مثل آدمی زاد نفرستادی؟ واسه چی آدمو میره با این بمب قلابتم بگیر. لطفاً توجه کنید. میدونم که روز سختی رو گذروندیم، ولی این تابونیه که باید برای آزادیمون بدیم.
مسئولیت جون تک تک این مسافرها به عهده تو دولت عراقه. شما باید جوابگو بعد از باشید. برگشتن از زیارت توسط نیروهای صلیب بازدید میشید. اون وقت هر کدومتون میتونه آزادانه تصمیم بگیره بمونه یا برگرده ایران و یا به هر کشوری که دلش میخواد پناهنده بشه. از همکاریتون ممنونم. من اصلا نمیخواستم اینطوری بشه. قرارمونم این نبود. به هر حال من واقعا متاسفم. میگم بیا یه جوری راهتو از این پسرک جدا کن. يلا بالسرعة حطهم داخل كيس يلا بسرعة ما يصير سيدي هو من أولاد النبي سيد ما يفرق العدو عدو حطهم داخل كيس يلا نعم سيدي سامحني سيدي سامحني يا شيخ يلا 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 حرك سلام بچه فروشنده ما تحویلش نگیم. سلام دارم میگم، جواب منو نمیدین. سلام ای بابا. آق پسر. بله سلام آقا رسول. باز خودتو جمع جور کنی، دارن تورت میکنن. باور کن من چیزی به اونا نگفتم. اما گفتم بود. خیلی میگم برادر موسیو بالاخره چیکار کردی؟ با اینا نقلیه کردی یا نکردی؟ باور کنی من چیزی نگفتم. آره چی اما جنسا رو چند فروختی؟ راست چه بگو؟ انشالله که خلاف نکرده باشید. رسول زاقی چی کار میکنی؟ نه کجا بردین اساس؟ میخوای دکون بزنی ها؟ خریدم. مگه جرمه؟ خریدی؟ چی فروختی؟ خونه هم قطاراتو؟ خون کدومه؟ گیوه بافتم دادم به نایب ثابت. چی شده؟ رسول خان امر به معروفی شدن. خب ریش بذار، دکمه بالا رو ببند. اگه چیزی میماسه بگو، ما هم هستیم. ببین یابو، من به ریش و با ریشش کاری ندارم، اما این خرابشده صاحب داره. من میگم کی باز چیکار کنه. حالیته؟ وقتی برگردیم ایرون همینا به جرم بیرون کردن این نمازخونا میکشن زیر اخی. نه بازی، مثل که حالیت نیست. لات هم لاتای قدیم. لاقل خاک و ناموس وطن واسش حرمت داشت. رادیو رو دادی هیچی نگفتم. راپورت افسرا رو دادی ندید گرفتم. لاقل حرمت این پیرمرد سید اولاد پیغمبر رو نگه می‌داشتی. از این سرباز عراقی عادل کمتری بدبخت. از فردای سیمایکات افتاد. مثل اینکه اوضاع کیش میشه، داره دعوا میشه. برو بابا سیربی. فکر کردی چی؟ اینجا تهران و لب خط؟ فردا همین بحثیا دولت تو ویرون میکنن و خودتو ایرون. افتاد. پاتو خیلی از گیریمت دراستر کردی اولاق. من هر گندی که باشم وطن فروش نیستم. دهنتا چف میکنم آدم فروش. آدم فروش حیا کن، اردوگاه رو رها کن. آدم فروش حیا کن، اردوگاه رو رها کن. آدم فروش حیا کن، اردوگاه رو رها کن. اینجا صاحب داره. هر کی آدم فروشی کنه این عاقبتشه. این آق رسول شما کاراش خیلی شبیه مجید سوزوکی ماست. گفتم که یکی به نل یکی به میخه همینه دیگه. حالا مشکل معلوم نیست این واسه چی اومده جب. 100% یه مرضیه چیزی داره گرفتاره دیگه. شنو قضیه؟ خاله برا ابو سیدی برا یلا برا. الان میبرنش. بلش کن هم مننه. آق رسول یله ایول 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 ایول. آق رسول یله ایول 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 ایول. عجیب. الله کریم ان شاء الله. مهمان دارم. خوبه؟
مهمان آوردم. جیب چیز آقا رسول تو رو چرا آوردن اینجا؟ واسه دادم فروش رو پیدا کردم. زدم درمنش رو پیاده کردم. اگه رفیقای شما لومون نمیدادن محال بود پیدامون کنه. فردا فرستادمش تو بایکوت تا دیگه این غلطو نکنه. به قول برادرهای اخراجی ایول داش رسول و ایول. حاج آقا شما دیگه چرا با این حالتون؟ کارهای شما سید من یاد حاجی ابوترابی میندازه. میشناسیش؟ آره میشناسم ولی اون کجا؟ من کجا؟ جناب سرگرد حالا فکر میکنید چی کارشون میکنن؟ حتما میفرستنشون استخبارات. اونجا هم دیگه خدا به دادشون برسه. سریعتر زود باش. سیما بگیش بیا بودو سریع. بودو بس کن زیادش کن. بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز، به خبری که همکنون به دست من رسید توجه بفرمایید. در پی شکست‌های پی در پی رژیم بعثی عراق در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل، صبح امروز سه‌شنبه 1 فروند هواپیمای ایرباس خطوط هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران با 206 سرنشین در یک دزدی آشکار هوایی ما باید شلوغش کنیم تا حاجی اینا حتی اسرای اون قاطع هم نجات پیدا کنه و به فرودگاه ناصریه بغداد منتقل. گزارش‌ها حاکی شو صار؟ سيدي كل الأسرة يسوون التحصن لخاطر هذول الثلاث. اليوم ما ادري انت، اليوم عندنا اكبر اجتماع، الامراء كلهم قاعد يجون. أنا أعرف سيدي، ولكن هو هذول زعلانين يقولون لو ما يلفكم يسوون التحصن بعد المشاكل. وكم حد يروحون؟ القائد الكبير قاعد يجي بالطريق. نعم سيدي. سيدي هذول فكهم. اومدن! الله اكبر! اسكت بابا اسكت بابا اسكت يلا دخلوا يلا ليش كلنا حوسات؟ اسكت قيادة عادي يتكلم ويا الآخرين يقولون لنا كل الحرس يجون هنا ويقتلكم واحد هذا عيب عليكم أنا أحبكم. آره بتازی السلامة. شب دراز است و قلندر بیدار. برای سلامتیشون هورا! حاجی تاج سره ایوله رسول گل به سره ایوله حاجی گل به سره حاجی زرده قشنگه ایشالا مبارکش باد رسول برای سلامتی حاج آقا یک هفته است مرتب سلامات بفرستید. نمیخواد برادر من همون دست بزنی بهتر. دست بزنی حاجی چقدر قشنگه ایشالا چشمان. تا حالا سابقه نداشته این همه فرمانده اردوگاه یه جا جمع شد. آقا شما اینا رو میشناسی؟ آره با تو اردوگاه دیگه دیدمشون. اون یارو رو میبینی گنده؟ اون فرمانده کل اردوگاه اسراست. اوناش میگم آقا رسولی اینا دوباره نقشه تونل وحشت واسه ما نکشیده باشن؟ نه بابا اولش بود می‌خواستن ازتون زهر چشم بگیرن. تموم شد رفت. خدا به خیر بگذرونه. ای بابا این بنده خودم که روش پس رفته الان یخ میکنه. ولش کن اون ولد چموش حاجی. همین نسناس لط داد. ای بابا اینم یه جور گرفتاره. خدا هممون رو نجات بده. گرفتار کدومه حاجی جون؟ این همون مطربان دیگه نگاه کن. آلات لهوله‌بو نگاه کن جابزون کردن. آقا رسول نواز چیه دیگه؟ اینا رو بعثی‌ها بهشون دادن که جلوی خبرنگارا و صلیبی‌ها بزنه به کبرا بندازن. قربیان. اونایی هم که زیر بار نرفتن اونور حبسن که فردا برن اینجای دیگه. حاجی جون اگه رسوایی به بار بیاد چی؟ دنیا چی میگه؟ اگه رادیو تلویزیون نشون بدن تکلیف ما چیه؟ مردم محل چی میگن؟ میگن حاجی نرفته جبهه. رفته دنبال الواتی، رفته دنبال فسق و فجور. ای بابا این حرفا چیه؟ پیش خدا رو سفید باشیم. به حرف مردم چی کار داری؟
معلوم نبود اگه ما هم به اندازه اینا حبس میکشیدیم کارمون به کجا میکشید و کدوممون کم میآوردیم. يلا قوم 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 يلا امشي بعد كم يوم عندنا ضيوف میگن چند روز دیگه اردوگاه مهمون داره. اون جماعت مسافرهای هواپیمای ایرانی و بازرسای صلیبی که میخواد از شما اسرای جدید ثبت نام کنه. دیگه تو برنامه باید شاد باشین و آواز با آواز بخونین. مخلص کلون نمیخوای گلگی ملگی تو کارتون باشه. این کارشون مانور تبلیغاتیه. ما رو نمیتونن مجبور به هر کاری بکنن. بعد ما سجلوا الاسامي لاسرى جديده. دیگه قبول نکنیم میرفرستن تو اردوگاه مفقودین استخبارات. اون وقت معلوم نیست آخر جنگ کسی از زنده بودن با خبر بشه. اینا خیلی رو اینجوری سر به نیست کردن. آقا رسول بهشون بگو دقیقاً از جون ما چی میخوان. خیلی سخت نیست سیدی. آهنگ شاد گذاشتم. دوباره خوابی دیدم برام. شما چی گفت؟ فوتبال بین اسرای جدید و قدیم. اون وقت هر کی برنده شد جایزش ثبت نام. اگه جایزه تلویزیونی والوری چیزی میدن ما هم هستیم. دست به توپمون خوبه. ما برنده شدیم بزنید روزی یه نخوت بریم مادرمون مریض ببینیمش. بشین ببینم. این که دیگه فوتبال نیست، جنگه. اینا میخوان ماها رو به جون هم دیگه بندازن خودشون کیف کنن. این بلد هست آواز خوندن کردن رقصیدن. ما هستیم برای بچهای ما سازسربی هم. ما به عشقتون هم فوتبال میزنیم هم پایه رو عربی فارسی میریم. و بیلا لیلی. بشین بابا بی وجود. دکتر علی انت معلم. عجب گیری افتادیم ما. بزن به رقص زورکی، فوتبال هم زورکی. چجوری تو رو هم وایسی؟ یه سرود با این اسرا حاضر کردن خوندن وگرنه کردن تو گونی. تمام. آقا جانم بنده یک نظری دارم. میگم بیام با اینا کنار بیای. به صلاح. یعنی چی؟ یعنی اگه خواستم باشون فوتبال بازی کنی؟ چه اشکال داره؟ فوتبال هم بازی میکنیم. اگه تکلیف باشه بنده حاضرم خودم هاچبک وایسم. شما نمیتونی ها، چون ماشاءالله صندوق داری. هاچبک نیست. شما نگران صندوق ما نباش برادر. بجی جونم این تقیه است. ببین برادر من، ما باید دفع افسد به فاسد بکنیم. بین بد و بدتر بد رو انتخاب بکنیم. هم ثبت نام میشیم هم شکنجه نمیشیم. اصلا چرا خودمون با خودمون بازی کنیم؟ ما با اسرای قدیمی میشیم یه تیم، روبرومون دشمن بعثی. به توپ میبندیمشون. نظرتون چیه؟ حالا چه عرض کنم؟ اگه بشه چی میشه؟ چه گلی بزنم بهشون؟ محمد موسى العجل وأما فريق الإيرانية صالح تقي ترينوف أمير دودي عملي عمو صيفي مطرب بايرم لودر بغلي بيشن قلباق بزغلي يكي بقولي ماماني ننقل إليكم تقرير مباراة كرة القدم. برادر توجه کنید، موقعیت بسیار حساسه. امروز تکلیف بازی مصلحت به گل خوردن. بهترین دفاع امروز سازشه. ما با سیستم 8-2-1 بازی میکنیم و سعی میکنیم به هیچ عنوان گل نزنیم چون بدبخت میشیم. برادرها ایول ایول است، ایول تیم ما یل است، ایول انشاءالله. ایول تیم ما یله، ایول. ایران شکارش میکند. باید آقا سوراخش میکند. ایران شکارش میکند. ایران شکارش میکند. سوراخش میکند. ایران شکارش میکند. آقای امیر دودو مواظب باش، برادر مواظب باش. صدای از این کافر
یزید کافر گفتی خدا حافظ بندگان ما زیر پل حافظ صدام یزید کافر بزغالة يعني سقط العربي يعني سقط بزغالة الله ملعوبة منهم برضو الهی من قربون حاجیمون برم اینجور نمیدونه شیر سماور دل نگینی نگینی حاجی بزن تو زاویه حاجی بزن تو زاویه دون و پنیر و بامیه حاجی بزن تو زاویه دون و پنیر و بامیه حاجی بزن تو زاویه دون و پنیر و بامیه از آقا جلینا والا میگم این چلا فیتوالتون قبول باشید برنده شدی خدا قسمت کنی شهر جمجوهانو با مارادولا اینا یکی بشیم به امریکا گل بزنن چی میشه؟ الان 2 روزی که اینجا حبسیم کلی هم مریض بدحال داریم اینا هم من جواب میخوان امشب که صلیبی‌ها روزنامه‌چی‌ها رو بیارن اینجا دیگه فرصت پاپس کشیدن نداریم باز تصمیم بگیریم بچهای اون قاطع چی کاره این؟ تو برنامه‌شون هستین یا نه؟ بهشون بگو باشه ما هستیم بابا مردیم از تشنگی ما چرا باید پاسوز این جماعت بشیم؟ اینقدر ساده نباشین این یه تله است اونا میخوان جلو خبرنگار خارجی ما رو رزمنده بریده و مسافرای هواپیما رو به عنوان نماینده های ایران بریده و پناهنده معرفی کنن هر جور همکاری با بسیار خیانت حساب میشه ما نباید زیر بار این خفت بریم آیا خفی شما برادرای تازه وارد تنتون داغه 2 تا قیبیا جلوشونو خلاص دیگه راست میگه ببین اسیم علم این داشتمون راست میگه به حرف این بحثی مسیحا اعتباری نیست اینا هممون به یه چوق میرونن اصلا نقل حزب اللهی و غیر حزب اللهی نیست اینا با ایرونی جماعت عقده دارن دیدین که تو دار دستتم که باشون جیک و پیک داشتی باید رو بازی نکردن از کجا معلومه ما امشب به عشقشون بساط کنیم فردا تو کاسمون نذارن آن ببین آقا رسول من یکی دیگه حوصله تو گونی رفتن ندارم آقا یه چیزی من میخوام تو بشکنم اینا میزنن وسط کارگی تو که بلدی که یکی به نال یکی به داره دیگه اما ما به هیچ وجه با بسیار همکاری نمی‌کنیم سرود مرود هم نمیخونیم مگه نه حاج آقا راست میگه حتی اگه از تشنگی هلاکم بشیم کوتاه نمیاد منم از طرف کمپ افسرا دارم میگم این کار بحثی‌ها مشکوکه ما هم تو برنامه‌هاشون نه سرود می‌خونیم نه فوتبال بازی می‌کنیم به شما پیشنهاد می‌کنم که باهاشون همکاری نکنید الله اکبر 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 قشامير سلام عليكم ها رسول شو الاخبار كلمت وياهم قبول نمیکنن زیر بار نمیدن انت كنت قبل تشتغل ويانا حاليا ماكو خبر منه این بار فرق میکنه اون قبلا بود شما ما خوب تا نکردین بعدش هم چه ما را بیایم چه را نیایم اینا رو میرفستشون اردوگاهی دیگه خیلی هاشون هم سر به نیست میکنی دیگه چرا گربه رقصونه دست شما ها بشیم ها تعال قاعد برا يلا اطلع يلا برا لا طلعت روحها اوکی بیا اینجا از فردا تو
مسئول این اسرا خواهی بود. بردا اینات لباس نو پوشیدم، تمیز کردم. لا الله اکبر الله اکبر کلبرا میاییم. آویلا لیلی یحب الخیلی. اونا میخونیم، شاد میشیم، خوشحال میشیم. شاد. خب بله، بالاخره من رئیس شدم. خودتون شاهد بودین، دیدین من به زور اینا قبول کردم ارشد بشم. والله حوصله این کارا رو ندارم. یه چیزی هم بهتون میگم بین خودمون باشه، این مقام میزا واسه کسی موندنی نیست برادر من. بالاخره یکی میاد جای ما رو میگیره. مهم اینه که جلو فتنه رو بگیریم حاج آقا. ده برادر من اونجوری نگاه نکن، نگران نباش. یه چیزی میخونم، نه سیخ بسوزه نه کباب. این آقایون بعثی ان. میدونی یعنی چی؟ یعنی یکی در میون بچه بابا ننه‌شون نیستن، حرف حساب هم تو کلهشون نمیره، دست خودشون هم اینجوری ان، خلقتشون اینه. من فقط واسه نجات شما و بچه‌ها اقدام به این کار کردم و الله خول که نیستم که. کار نداریم. یک کلام ختم کلام. پایه این یا نه؟ ما که نمردیم. خیالت تخت برای بچه‌ام پایه. بیان جلو، بیان جلو. زنده باشید. بیا جلو. باریکلا، باریکلا. والله. آقا جون، یه سری دایره دنبه کن، نه یا قرنه و این چیزا برداشتن آوردن اینجا. من که نمیتونم همه اینا رو بزنم. ساز من اینه. کی بلده ساز بزنه؟ همین. ما اگه نفس یاری کنه جنسش هم باشه ساز بادی خوب میزنیم. ما هم یه تصدایی داریم. قبلا هم توی گروه سرود برد شورخونه میخوندیم. منم. تو چی عزیزم؟ این بعد از پدر مادرش اجازه بگیره. من میگم آقا دکتر، من میام خودم جای همه اینا بانی که خیلی سخته ولی چیکار سر نخورون. پاشین بیان، پاشین بیان، خجالت نکشید. آقای جناب سرگرد گفتن نکنین این کار. بابا بالاخره این کار باید انجام بشه. اصلا نه حرف من نه آقای سرکار. میریم پیش حاج آقا استخاره میگیریم. آخ جون استخاره. چون یه دونه استخاره خوب بگیریم. جوابش خوب است، عجله کننت بشه. نه مثل اون یکی یا شهید شدیم بالاخره یا اسیر شدیم یا جنبا شدیم. این جوابش خوب است بشه. همین الان. تون دیگه عجله کن. سفارشی باشه حاج آقا. در کار عجله حاجت استخاره نکن. مالی نیست. بابا مگه مالی نیست چیه؟ من میرم میدونم هم هر شکنجه اولش یه خودت درد داره ولی دیگه از وسطهاش آدم بدن عادت میکنه. هر چقدر میخوان بایرام نمیشه سید. به جون خانومم حالا نشده نامزدم ولی به جون خانومم مرجع خانوم باید من برم. با اجازه. خانم سسکپی بریم دیگه. تا اینکه بلدی بندری میامدی بابا. بابا چیه؟ یادت رفته؟ استقش شد دیگه. تمام شد. بیا بابا بیا. عرضم به خدمتتون که بنده یک نظری دارم. برای اینکه مسئولیتامون تقسیم بشه من میگم شما تو این جناح باشید، بنده برم سمت اونا، هم یه سر و گوش یاب بدم ببینم چه اتفاقی میفته. همینم که شاید با حضور بنده خجالت بکشن، یه خود فسق و فجورشو کمتر بکنن. حتما سخت نمیشه براتون؟ چرا؟ خب بالاخره سخته در اینجور جاها حضور پیدا کردن سخته. اولش وظیفه است. به هر حال شما خودت که میبری و میریزی هر جور صلاحت بفرمایید. با اجازه. بس کن آقا. بذار بره جبهه خود. صدای آقا رسوله. رسول رو دارن میزنن، دارن میکشنش. باید یه کاری بکنیم. کمک بکنیم حاجی، شاید یه نقشه باشه. نقشه کدومه برادر من؟ اون داره به خاطر ما شکنجه میشه. ممکنه بقیه هم به خاطر ما کشته بشن. اینا دیگه چقدر نامردن، به گماشته خودشون هم رحم نمیکنن. گماشته کدومه برادر من؟ اونم یکی از ماست. چی کار دارید؟ به شما شرف ندارید نزنیدش! برای چی میزنید؟ بیب! نزنیدش! بیستفا! پشت نمیدم. بی شرف! نزن! آخه کشتینش! باشه قبول. اما ما هم شرط داریم. چه نشرات کن؟ ما تو این برنامه شما شرکت میکنیم اما مسابقه نمیدیم، سرود هم نمیخونیم، ولی شما باید قول بدید علیه کشور ما تبلیغات سیاسی نکنید وگرنه ما هم برخورد میکنیم. شنو؟ احنا الاسرى عندكم لو انتم عسرى عندنا. معلومه.
شما اقف بس تقبل. انا اقبل هذه الشروط بس الرسول وحاجي يبغون عندنا زمان السكوت العسراء قدام الكاميرات والمخبرين شي انتم استفيدوا واحنا نستفيد بعد. لو من غير هذا ما حد ما يرجع لايران، ما حد ما يشوف الايران بعد. قبول. زد له حاج آقا مثل که مذاکرات نتیجه داره. سکوت علامت رضاست. پس به افتخار اون مریا و این مریا شب من بودم صدام اوفینا خاصما کلا ربنا بطینا بالا بخرم هرچه بخواهی به پول اینا خاصما کلا ربنا بطینا خاصما کلا ربنا بطینا خاصما کلا ربنا بطینا احبك الخیلی سب کنیم برادران، سب کنیم. برادرای هموطن، میدونم بهتون سخت گذشته، میدونم فشار اسارت زیاد بوده، اما عزت و شرف شما چیزی نیست که این فشارها و شکنجه ها بتونه اونو لگدمال کنه. سرنوشت من و رسول مهم نیست، مهم آبروی ایران زمین و انقلابمونه. نمیخوام بگم چی کار کنید یا نکنید، ولی هر کاری میکنید اینو بدونید فردا عزت و شرف یه ملت در دستای شماست. میتونید ساز لیلی بعثی‌ها رو کوک کنید، میتونید مشتشون کنید و ساز غیرت بزنید. به فکر ما نباشین، اختلاف نداشته باشین، با هم تو یه جبهه باشین علیه یه دشمن. اما حاجی ما با این جماعت سوستانسار که به خاطر چند نخ سیگار کشورشونو میفروشن نمیتونیم توی یه جبهه وایسیم. سکوت ما و جلف بازی های اینا کار دستمون میده. میترسم بین خودمون جنگ به پا بشه. این طورام که تو میگی نیست، اینا انقدام بد نیستن. اگه خوب دقت کنی میبینی ته دلشون به اون چیزایی که من و تو باور داریم یه اعتقادکی دارن. خدا کنه این که اینطور باشه. فقط باید بهشون فرصت داد. اینطور نیست آقا اسی؟ خداحافظ برادرها. برای سلامتی شهدای آینده صلوات بفرستیم. آفرین هی والله غیرتتون رو که خوب حراج کردید. دوستا و برادراتون رو به چی فروختین؟ ما ممکنه مطرب باشیم، دوز باشیم، معتاد باشیم، ولی آدم خرید و فروش نمی‌کنی. براوو. ها؟ دمت گرم. اینم مال خودتون. با اجازه. ببین نوکرتم، این کاری که تو میکنی خیلی بده. ما در حد شکنجه هستیم با تو، ولی این کاری که تو کردی یا میخوای بکنی بهش میگه خیانت. ها میواظب خودت اصلاح کن خودت. میره آقا اسی، کشور تو
شناسنامه تو به چی میخوای بفروشی؟ به چقدر؟ یه نخ؟ دو نخ؟ ها؟ یه پاکت؟ دو پاکت؟ به چی میخوای بفروشی؟ به سیگار؟ بچه ها کلی برای تو سیگار جمع کردن. بیا سیگار. بینندگان گرامی، ما همکنون در یکی از اردوگاه‌های اسرای ایرانی هستیم که تعداد زیادی بازرسان ویژه صلیب سرخ برای ثبت نام این اسرای جدید به این اردوگاه آمدند و در کنار اینها مسافران هواپیمایی را می‌بینیم که در یک اقدام شجاعانه توسط چند معترض از خاک ایران به خاک عراق منتقل شده. پسره رو میشناسم. چی میشه قلفاقه؟ سلام قلم ببین. تو کجا اینجا کجا؟ نوم زدم اما. اینم گوشات دراز شده. چرا تا؟ باقالی خوشی فک فامیلات دام بشو. شما 2 دقیقه اینجا وایسا. مرزی بایرامو نگاه کن. بایرام. اونم حاج ساله. حاجی منم منزل. آقا مرتضی حاجی تو کی اسیر شدی؟ قربونو خد بالات برم حاجی فدات شم حاجی. سلام علیکم. خیلی خوش اومدی. راب علنگو واچ فور یو برای راب دیدار روی ماه حاجی. قصه لیلی مجنون شنیدی؟ انا لیلی حاجی مجنون. حاجی بیا. اولا قرمزی جواب شو بده دیگه. سلام علیکم. ببخشید من یه چند دقیقه اگه ممکنه بتونم یه صحبتی بکنم. چطوری جیران؟ سرت اومده؟ همه که اینجا پس مجید من ببین چه به روزگارم آورد. چه بلایی سرت آوردن؟ شکنجت کردن؟ تازه کجاشو دیدی؟ فردا قرار ریشای منو بتراشن. ریشه تو؟ نمیدونم ببین در حوزه چی جواب باید بدم. مواظب بچه‌ها باش. برام سلام برسون. نمیتونم بس. چشم بله خود. او رو برای همه تعریف کن که به روزگارم آورد. حاجی بچه‌ها تو ببین. آقا بایرام حاجی حاج ساله انا احبك خیلی حاج ساله. سلام آقا. سلام علیکم. اخبار نشون داده هواپیما رو توسعه دادن اومدن اینجا. شمارم گرفتن؟ نه ما اونا رو گرفتیم. انقدر سرکار میذاریم بحثی‌ها رو. چقدر لاغر شدین آقا بایرام. خودم لاغر کنم برای عروس خوش‌شلوارم اندازم باشی یه وقت تنگ نباشی فیلم برداری میکنن خوشتیپ بیفته. مثلا راستی اون تخمه‌ها چی دادن این دم ایتیبوس همه رو گذاشتن لای کتاب یاد آقاره. دست شما درد نکنه. سب کن ببینم مجیدم اینجاست. اونم گرفتن؟ مجید ها مجید چی؟ چی شده؟
اليوم نتمنى كلكم فرحانين متونسين. و امروز قرار است در طی یک مراسم رسمی بیشتر مسافران این هواپیما که قصد برگشت به ایران را ندارند پناهندگی خود را در اعتراض به وضعیت سیاسی رژیم حاکم بر ایران اعلام نمایند. با هم در طول گزارش شاهد این حماسه هستیم. با ما باشید. وأي دولة تفضل. ای جمیله جدا. هیچبیری آقایون میفرمایند امیدواریم که تو این چند روزی که در عراق بودیم بهتون خوش گذشته باشه. پس حرکت شجاعانه و آزادیخوانه ما تقدیر میکنن. همینطور که مشاهده میکنیم برخلاف تبلیغات تویی که علیه حزب بعث شده چه رفتار انسان دوستانه‌ای با آذرای ما دارن. الان هم توسط نیروهای سدید یه سری فرم داره بین شما توضیح میشه که با پر کردن اون میتونین به عراق و یا هر کشوری که دلتون میخواد پناهنده بشید. بالاخره کار خودت رو کردی دیگه. شما به نفعت اینجا بمونی. بهت اینجا خیلی خوش میگذره. بس که فرمانده خیلی ازت خوشش اومده. بی غیرت اینجوری هموطنتو میفروشی بی حیا. نمیخواد کاسه داغ‌تر ازش باشی. تو چی؟ من چی؟ میمونی یا میری؟ کجا بمونم؟ اینجا. بین این همه بحثی تو کشور دشمن؟ زندگی آینده منو خراب کردی که منو برداری بیاری اینجا؟ خجالت نکشیدی؟ هرچی دلت خواست به من دروغ گفتی که کار خودت رو بندازی. آره؟ چاره‌ای نبود. باید این کار انجام میشد. به هر قیمتی. به چه قیمتی؟ به قیمت بدبخت کردن این مردم؟ به قیمت نوکری کردن خود خاک بر سرت واسه این آشغالا؟ دهنتو ببند. تو جز این که مغز منو بخوری کار دیگه هم بلدی؟ آره بلدم. غير عينك سيد الرئيس اعلان يلا بسرعه غير يا شادي میکنی انا نمیزنن واویلا لیلی یوهبام خیلی بسی بزن اونجا باشه همینه واویلا لیلی واویلا لیلی بزنید شاد باشید بزنید بسی بزن دکتر علی چم شد شادی نکردن واویلا لیلی یوهبام خیلی